همه ما زمانی که به مریضی مبتلا می شویم بدون شک از ادویه و به اصطلاح افغانی از دوا استفاده می کنیم. می دانید این دواها در کجا ساخته می شود و از کجا خریداری می شود و بزرگترین منطقه خرید و فروش ادویه در کابل در کجاست؟ هتل پروان کابل که در سرک قلعه نجارای شهر کابل موقعیت دارد یکی از بزرگترین و عمده فروشی ترین محلاتی است که دارو و ادویه خرید و فروش می شود. این منطقه را به خاطر هتل پروان می گویند که اولین و سابقه ترین رستوران عروسی یا هتل عروسی در اینجا ساخته شد. اختلاف روایات در این میان وجود دارد، اما نظریه های مکمل به این باور است که هتل پروان از جمله قدیمی ترین هتل های عروسی و رستوران عروسی در کابل است که اکنون نماد برای ادویه فروشان شده است. زمانی که اسم ادویه تازه با کیفیت در میان می آید، اولین چیزی که به ذهن مردم می رسد هتل پروان است، چرا که ادویه فروشی های بزرگ، عمده فروشی های آن و بسیاری از فابریکه های دواسازی در این منطقه فعالیت دارد. هتل پروان اکنون به یکی از زیباترین هتل های عروسی در شهر کابل تبدیل شده که نمای آن زیباتر از هر چیز در شهر کابل است. بازسازی چهارراهی آن نیز بر زیبایی منطقه افزوده است. چهارراهی هتل پروان منتهی می شود به قلعه نجارا، گولایی پارک شهر کابل، سراهی خوجه بغرا و لب جر میدان هوایی کابل. چیز از ادویه و لوازمی که مربوط به بهداشت می شود امکان ندارد که در این منطقه پیدا نشود. تمام ادویجات ایرانی، افغانی، پاکستانی و سایر کشورهای خارجی به صورت عمده و پرچون در اینجا به فروش می رسد. در این بخش شهر کابل همان طور که قبلا گفته شد همه چیز از بهداشت و ادویه به فروش می رسد، از دواهای سرطان تا شیر خشک، لوازم بهداشتی، کریم روی، شامپو و حتی اندکترین چیزها. دکتران متخصص نیز در این بخش شهر کابل فعالیت دارند. این بخش شهر کابل جدا زیر نظر وزارت صحت عامه افغانستان فعالیت می کند و تمام ادویجات از زیر نظر آنها می گذرد. هیئت‌های مختلف از این ساحه بازدید می کنند و مطمئن می شوند که ادویه‌ای با کیفیت و صحی در دسترس مردم قرار می گیرد. بیشتر از ادویه ماشین‌آلات بسیار بزرگی که در شفاخانه ها استفاده می شود نیز از همین بخش شهر کابل خریداری می شود که از کشورهای همجوار وارد می شود و در شفاخانه های بزرگ شهر کابل مورد استفاده قرار می گیرد.